خب به نظر من الان این سواله رو اگه حل کنیم خوبه. حالا شما هم ببینین اگه مایلین حل بکنیم. الان این خواسته که تقریبا مشابه همون سوال قبلیه که خواسته که توی asset و liability و equity مثلا مشخص بکنیم که هر حساب چه جوریه، ولی یه مقدار ظاهرا از اون سخت‌تره. حالا اینو حل بکنیم یا بریم یه مبحث دیگه؟ من میگم اگر میشه حلش بکنیم بعد بریم دیگه سراغ مبحث بعدی. باش باش. درسته. بذار من کاغذامو بیارم. همونطوری که بزن یه بار دیگه بخونیمش. الان دیگه به ما نداده که مثلا یه جدولی که بدونیم asset و اینا کدوم هست. سعی میکنیم مثلا خودمون از چیزی که تو ذهنمون هست بنویسیم. یه asset داشتیم، مثلا یه حساب کش بود، یه account receivable بود، یه merchandise inventory بود، یه supply بود، یه مثلا بیلدینگ بود، دیگه مثلا یه اکویپمنت بود، دیگه مثلا همینا بود فعلا. لایابیلیتیمون یه نوت پیبل بود، نوت پیبل، و یه اکانت پیبل بود. ایکویتیمون رو اینجا گفته دو قسمتش بکنین، یکی اونایی که روی نت اینکام اثر میذاره، یکی اونایی که نمیذاره. ایکویتی رو کلا ما 4 قسمت کرده بودیم دیگه: paid in capital, return earning, revenue و expenses، که الان میذاریم مثلا 3 قسمتش میکنیم. میزنیم paid in capital، return earning و مثلا نت اینکام، که ببینیم چه چیزایی توی نت اینکام اثر مثبت داره که رونیو، و چه چیزایی اثر منفی داره که کاست یا اکسپنسز. حالا ببینیم ترانزکشن ها به چه صورته. During the month the supplies account was debited. آها. خب پس اینجا دبیت کردیت رو از ما میخواد. اگر میخواین الان وارد بحث دبیت کردیت بشیم، موافقین؟ خب سلامی دوباره من اومدم. سلام. ما میخواستیم الان وارد بحث دبیت کردیت بشیم. بریم. بله. خب ببینین، همون چیزی که حالا نگار اگه بتونی الان توی تلگرام برای بچه ها بفرستی، اون چیزی که من قبل بریک گفتم و در مورد دبیت کردیت، خوبه. میتونی؟ بله. اوکی، ممنون. گفتیم که 3 تا حساب اصلی داریم: asset، liability و equity. asset ماهیت دبیت داره، دیگه فارسیشو نمیگم که عادت کنیم به همین انگلیسیش. asset ماهیت دبیت داره، یعنی هر چیزی که asset رو افزایش بده دبیته، هر چیزی که کاهشش بده کردیته. ولی سپلای و ایکویتی دقیقا برعکس اینن، ماهیت کردیت دارن. هر چیزی که افزایششون بده کردیته، هر چیزی که کاهششون بده دبیته. الان توی این بذاریم من یه سولوشن باز کنم. اینو باز کنیم، این خوبه. باش، چی شد؟ ببینید الان دیگه اینکه کدوم حساب افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه رو دیگه کاری باهاش نداریم، یعنی کار داریم ولی دقیق تر میخوایم واردش بشیم. به این میگن ثبت روزنامه، یعنی ثبت چی میگفتیم تو فارسی؟ کلمش دقیقا یادم نیست، ولی انگلیسیش میشه جورنال اینتری، یه همچین چیزی، که ثبت کردن توی دفتر حساب ها که هر ترانزکشن یا هر رویداد مالی در واقع چه تأثیری داشته و به چه صورتی ثبتش میکنیم. این چرا باز نمیشه؟
خالیه فایل. بذاریم اینو باز کنم. دریا اون سوالی که شما گفتی که توش ترانزکشن داشت اول ساعت، سوال چند بود که دبیت کردیت داشت؟ آره توی چیز بود، ماکی بود. ماک بود. آها. بله. بذار ببینیم ماکش کجاست. این دانلودش کردیم. آره بزنیم دوباره. ببینین الان ما با این فرمت کار داریم که وقتی میخوایم یه حسابی رو ثبت بکنیم، گفتیم که حسابداری دو طرف است. دو طرفگی الان اینجا خودشو نشون میده که هر حسابی یه دبیت داره، یه کردیت داره. یعنی نمیشه که ثبتی داشته باشیم که فقط دبیت باشه یا فقط کردیت باشه. ممکنه یه دبیت باشه 6 تا کردیت که جمعشون با هم تراز بشه یا برعکس، ولی در هر صورت یه دبیت حداقل موجوده، یه کردیت هم حداقل موجوده. مثلا توی اون ترانزکشنایی که قبلا داشتیم که چه میدونم یه رونیویی داشتیم، یه مقداری بوده ولی مثلا اونور دوتا بود، یکی کش بود یکی اکانت ریسیویبل بود. اونجا یکیش مثلا دبیت دوتاش کردیت یا یکیش کردیت دوتاش دبیت، ولی به این صورت داریم. نکته‌ای که توی این ثبت کردن باید در نظر داشته باشین این که دبیت همیشه اوله، چه یه دونه باشه چه 10 تا باشه دبیت رو همیشه اول می‌نویسیم و به این صورت پله اول می‌نویسیم. الان مثلا اینجا به این صورت نوشته که دبیت رو با دی آر نوشته، میتونین اصلا دی آر سی آرش هم ننویسین، ولی دبیت همیشه یه ذره چپتر و توی ستون اینجاست. یعنی این قسمت بالای این ستون می نویسن دبیت، بالای این ستون می نویسن کردیت، پایینش جمع میزنن، باید اینا تراز با هم در بیاد. اینجا الان دبیت رو اول آورده، کردیت رو دوم آورده و معمولا توی جورنال اینتری که میخوایم ثبت کنیم یا فارسیش میشه دفتر روزنامه شرکت، ربطی به روزنامه نداره، دفتر ثبت کردن شرکت در واقع، پایینش باید بنویسیم یه ریکورد، باید یه توضیح باید بنویسیم. معمولا تو فارسی اینجوری می نویسن مثلا بابت ثبت هزینه مثلا حقوق کارمندان به صورت نقدی. خب تو انگلیسی اینجوری می نویسن که for recording مثلا wages expenses in cash مثلا یه همچین چیزی، ولی for recordingش یا بابت ثبتش معمولا شرکت ها می نویسن و جزء اصولشه. اول دبیت بعد کردیت و حالا باید یاد بگیریم که ماهیت هر کدوم از حسابات چیه. حالا اگه اون چیزی که نگار براتون فرستاده رو توی تلگرام ببینین، من الان فیلتر شکن رو روشن نمی کنم که یه ذره کانکشن به هم بریزه. حالا منم میگم اون چیزی که قبل بریک گفتم. asset کلن ماهیت دبیت داره، پس با هر چیزی که افزایشش میده دبیته. یعنی اگر ما کش میگیریم و کشمون افزایش پیدا میکنه دبیته، پس باید کش رو اول بنویسیم، سمت چپتر بنویسیم، عین همین این، یعنی عین این سالریه، اول تر می نویسیم تو قسمت تو ستون دبیت می نویسیم به این شکل و اون دومی اگه کردیته باید تو قسمت راست بنویسیم. مثلا نمونهش چی میشه؟
مثلا during the months the supplies میدونیم asset برامون نوشته توی asset account was debited 1800 for the supplies purchased. خب اینجا چی به ما داره میگه که سپلای ما افزایش پیدا کرد برای اینکه خرید کردیم سپلای. خب debited supplies purchased در واقع اینطور بگم که مثلا سوختمون یا اون مواد اولیه‌مون افزایش پیدا کرد و دبیت شد 1800 تا، یعنی مثلا ثبتش رو بخوایم بزنیم میزنیم 1800 تا سپلای دبیت، یعنی مثلا اینجا بخوام بیارم اینجا میزنیم سپلای، اینجا میزنیم 1800، ولی یه بند کردیت هم داره. اینجا الان ما میدونیم که الان که این دبیت شده یه اسست افزایش پیدا کرده. حالتهای مختلف داره که ما یه اسست رو تهیه کرده باشیم. اگر کش باشه کشمون باید کاهش پیدا بکنه. کاهش اسست میدونیم کردیته و پله دومه. پس این یه حالت میتونه باشه که مثلا حالا سالری رو در نظر نگیریم، فکر کنین که مثلا سپلای افزایش پیدا کرده و دبیت شده و کش کاهش پیدا کرده و کردیت شده و به همون میزان در واقع ثبت شده و این میتونه یه ثبت درست باشه. حالا فرض کنین که ما سپلای خریدیم ولی با اکانت پیبل خریدیم، یعنی با لایابیلیتی خریدیم، یعنی گفتیم که بعداً پرداخت میکنیم. این که مثلا استمونه و سپلایمونه یا مثلا بیلدینگمونه فرق نمیکنه، افزایش پیدا میکنه، دبیت میشه، دی آر میشه و اون لایابیلیتی مون میدونیم که لایابیلیتی اگر بخواد افزایش پیدا بکنه کردیته، در صورتی که کش اینجا اگر کاهش پیدا بکنه کردیته. یعنی باز در هر دو صورت این فرمولی که ساختن کار میکنه توی حسابداری. الان اگر اینجا نسیه خریده باشیم میشه لایابیلیتی یا مثلا نوت پیبل، اگر دقیق تر بخوایم بگیم به اون میزان کردیت میشه و افزایش پیدا میکنه. حالا من فکر میکنم که این تمرینی که الان اینجا آورده شاید یه ذره قبلش یه چیزایی گفته باشه در مورد این دبیت کردیت. حالا بریم اینو ببینیم چجوری. The cost of supply used during the months was recorded. خب بزنیم، به نظرم میاد که یه ذره این وسطای دبیت کردیته. بریم یه ذره عقب‌تر از ابتدای دبیت کردیت ببینیم چی گفته. این چنده؟ الان تا اینجاش به نظرتون اوکیه؟ سوالی ندارین؟ نه اوکیه. اوکی. آره. 4 الان به نظر من اینجوری بهتره که این سواله که آسون تره رو با دبیت کردیت پیش بریم ببینیم چطور میشه. شما اینو توی برگه جلوی چشمتون داشته باشین که asset دبیت افزایشش میده، کردیت کاهشش میده و لایابیلیتی و ایکویتی دبیت کاهشش میده، کردیت افزایشش میده. به اصطلاح میگیم ایکویتی و لایابیلیتی ماهیتشون کردیته، asset ماهیتش دبیته. خب حالا the firm was organized and the initial stockholders invested cash of 3000. اینو متحرر شما بگو به نظرت دبیت کردیتش به چه صورت میشه. یعنی الان دو تا حساب باید به من بگی که یکیش دبیت میشه یکیش کردیت میشه. حسابا رو قبلا کار کردیم که هر کدوم مربوط به کدوم حسابه. الان میخوایم بدونیم که کدوم دبیته کدوم کردیته. ایو بگم دیگه. آره. اول حساباشو بهم بگو. همینی که یعنی قبلا گفتیم. آره البته این نمیدونم حالا این سوالو قبلا کار کردیم یا نه، ولی همون مدل.
چرا فکر کنم اینو کار کردیمش. خب الان این 3000 تا رو توی کش اضافه میکنیم. بله بعد از دفعه باز از اکسپنسز کم میکنیم. نه ایکویتی 4 تا بخش بود، یکیش پید این کپیتال بود. پید این کپیتال. آره همش یادم میره. خب بعد گفتیم الان اونی که کش چیز دبیتمون، نه یعنی اونی که استمون رو زیاد میکنه میشه دبیت. بله پس این 3000 تا دبیته. بله. خب بعد چیشو بگم؟ خب ببین الان گفتیم من نمیدونم الان یه ذره شاید مثلا مطالب با هم قاطی بشه، ولی حالا من همین دبیت کردیت رو میگم، ولی اگه تمرین بکنین خیلی بیشتر جا میفته. الان طبق چیزی که قبل بریک کار کردیم، کش 3000 تا افزایش پیدا میکنه و پید این کپیتال هم 3000 تا افزایش پیدا میکنه. یعنی ثبتش رو بخوایم برای بزنیم، این پیدین کپیتال منظورش رو میشه به من بگی؟ ایکویتی به صورت کلی یعنی حقوق صاحبان سهام، یعنی چیزی که آره. اونا، یعنی اگه همه اسست رو بفروشیم و بدهی ها رو بدیم چقدر میمونه برای صاحبان سهام. خب پید این کپیتال یعنی میزانی که سرمایه گذاری کردن در سرمایه، یعنی کپیتال یعنی سرمایه. آها. خب پیدم یعنی در واقع انجام دادن، خرج کردن در سرمایه گذاری. آره فهمیدم. الان اگه بخوایم دبیت کردیتش رو بگیم، بذارین ببینم اینجا یادداشت داره. تو ورد می نویسیم. بذار اینجا اینو ببندیم. اینو یه ذره درستش کنیم. الان میدونیم که کشمون 3000 تا افزایش پیدا کرده، پید این کپیتالمون هم 3000 تا افزایش پیدا کرده. گفتیم که همیشه دبیت رو اول می نویسیم. اول باید تشخیص بدیم کدوم دبیته. خب asset همیشه با دبیت افزایش پیدا میکنه. الان کش asset، پس کش دبیت ماست. الان می نویسیم حساب کش، میایم یه ذره جلوترش می نویسیم 3000. میایم خط بعدی، حالا مثلا به این صورت می نویسیم paid in capital 3000 تا. بذارین دبیتش هم بنویسیم اینجا. اوکی اینجوری بنویسیم. ثبتش هم می نویسیم برای اینجا for recording. این خیلی مهمه که ثبتش رو بنویسیم. for recording investment، مثلا investment of stock holders. میشه حالا طولانی ترم نوشت، حالا ما فعلا نمیزنیم. مثلا اینم میزنیم ترانزکشن 1. خب ترانزکشن 2 چیه؟ میگه the company borrowed 4,500 from a relative of one of the initial stockholders. A short-term note was signed. خب غزل شما بگو که الان این به نظرت کدوم حسابا رو تحت تاثیر قرار میده بدون دبیت کردیت؟
خب گفته که the company borrowed. فکر کنم که این جزء liabilities بشه خب و not payable باید باشه، یعنی not payable همون 4500 تا اضافه میشه. خب ام، توی short to debt میشه دیگه. آره حالا اون حساب ام، لایابیلیتیش خیلی مهم نیستش. توی اسستمون کدوم افزایش پیدا میکنه؟ افزایش پیدا آره. میکنه. توی اسست کشمون افزایش پیدا میکنه، یعنی کشمون کم نمیشه. آره دیگه گفته قرض گرفته. آره. آره کشمون مثبت 4500 آره میشه. آره احسن. خب الان بیایم اینجا. asset رو میدونیم که الان کشمون افزایش پیدا میکنه، کش دبیته، پس دبیت رو اول مینویسیم، پس کش رو اول مینویسیم. کش چقدر بود مبلغش؟ 4500 تا. کش 4500. نوت پیبل، نوت میدونیم که نوت پیبل بدهیه و بدهی با کردیت افزایش پیدا میکنه و الان هم اینجا میبینیم که توی حسابمون درست در میاد 4500 تا بدهکار کش یا دبیت کش، 4500 تا کردیت نوت پیبل. بریم شماره 3. میگه که دو تا مثلا اکویپمنت خریدیم با این قسمتش گفتیم که کاری نداریم که قیمت واقعیش چی بوده، چون ما با قیمت بهای تمام شده ثبت میکنیم. 2400 تا هر کدوم بوده، یعنی دو تا 2400 تایی خریدیم. 650 تا یکی دیگهش بوده، همش هم کش دادیم. خب الان بیایم توی اینجا. الان به نظر شما این رو چجوری باید دبیت کردیتش رو ثبت کرد؟ اصلا مبالغش رو ول کنی، یه اکویپمنتی خریدیم به کش، الان دبیت کردیتش به چه صورت میشه؟ کشش رو باید ثبت کنیم که مثلا کش کم شده کردیته، خب اگه اشتباه نکنم. درسته؟ خب کش کم شده، بعد از اون ور به اکویپمنت اضافه شده که باز استه خب و بازم کردیته، دبیته افزایش پیدا کرده دیگه. دبیته. آره آره دبیته. اکویپمنتمون الان اینجا افزایش پیدا کرده، مثلا 8000 تا مثلا، و اینجا کشمون کاهش پیدا کرده که کردیته، میذاریم 8000 تا. یه سوال، الان میخوای اینا رو بنویسی مثبت منفی نمیذاری پشتش که یا مثلا جلوش بنویسی کردیت یا دبت که مثلا بدونیم که کدوم کم و زیاد شده؟ چرا بهتره که بنویسم، مینویسم. به صورت کلی مثبت منفی نمیذارن توی در واقع دفتر روزنامه، ولی ستونا که بالاش داره دبیت کردیت رو ممکنه توی فارسی نداشتیم، ولی توی انگلیسی فکر کنم به این صورتی که توی سوال داشتیم هم باشه، که یعنی قبل این بنویسه مثلا دبیت کردیت بذاری لحظه جورنال انتری. ببین این الان نمونه دفتر روزنامه یه شرکتیه، حالا عکسشو باز نمیکنه با کیفیت، ولی دیت داره، دبیت کردیت، اینم شرحشه. این ترانزکشن بعدی کش سیل دبیت کردیت. مثلا این یکی دیگه یه ذره این عکس‌ها رو با کیفیت باز نمیکنه، ولی به این صورت. خب بریم سوال بعدی. من می نویسم دی بی و سی آر رو قبلش. کجا بودیم؟
الان با همین روالو پیش بریم به نظرتون اوکیه این سوالا رو؟ بله بله. آره اگه خسته نمیشی واسه نوشتنش اوکیه. نه من اوکیه. الان سوال بعدی دی یه مقدار سپلای خریدیم gasoline oil and several package of trash bags were purchased for cash. خب الان کی دوست داره که این رو بگه که یه مقدار سپلای خریدیم کش خریدیم، ثبتش چجوری میشه؟ کشمون کم شده ولی به ساپلایمون اضافه شده. خب دبیت کردیتش چجوری میشه؟ کشش حالا الان مقدارش عددش رو یادم نیست. نه مقدارش مهم کردیت. نیست. آره کردیت میشه. درسته؟ گفتیم که در واقع دبیت افزایش استه، کردیت کاهش استه. پس سپلای الان اول میاد و دبیت بذار اینجوری بنویسیم سپلایز مثلا 2000 تا و بهتره که با دی آر بنویسیش دی آر اون درست دبیته رو. آره درست. و سی آرمون میشه کش. رایجه که مثلا توی حسابداری به این صورت می نویسن که حالا حساب دوم رو یه ذره جلوتر می نویسن، ولی دبیت کردیت که قطعا اینجوری پله‌ایه، ولی حساب دوم هم معمولا یه ذره شیفت میکنن جلوتر می نویسن. ریکوردش هم که مثلا از همون ابتدای خط می نویسن مثلا for recording supplies cash. خب بریم سوال بعدی. E. Advertising flyers announcing the formation of the business and in the newspaper at the purchase. The cost of these items 850 will be paid in 3 days. خب 30 days. این الان داره به ما میگه که یه هزینه ما هزینه‌مون افزایش پیدا کرده و لایابیلیتیمون هم افزایش پیدا کرده، یعنی یه هزینه‌ای بوده که گفتیم بعداً پرداخت میکنیم. به نظرتون الان این ثبتش چجوری میشه؟ هزینه در نظر داشته باشین که کاهنده ایکویتی هستش و برای همین برعکس ایکویتیه. هر چیزی که ایکویتی رو افزایش بده کردیته، هر چیزی که کاهشش بده دبیته. الان یه هزینه افزایش پیدا کرده و یه لایابیلیتی هم افزایش پیدا کرده. این چجوری میشه ثبتش؟ الان این کدوم سطح لایبیلیتی رو داری میشه. میگی؟ ببخشید. کدوم سطح رو؟ ای. خب بگم بگو خب این لایبیلیتی چیز میشه کردیت میشه چون که افزایش پیدا کرده و ستاک هولدرز اکویتی دبیت میشه چون که کاهش پیدا کرده. دقیقاً هزینه ها رو در نظر داشته باشین که همیشه دبیتن. هزینه ها عین دارایی میمونن ولی فقط مدلشون ها، یعنی هیچ ربطی بینشون نیستش، ولی هزینه ها چون کاهنده ایکویتی هستن همیشه دبیتن و ایکویتی رو کاهش میدن. دبیت رو همیشه اول می نویسیم، ولی برای همین اینو می نویسیم DR add expenses مثلا 10,000 اکسپنس دبیته؟ اکسپنس دبیته، همیشه هزینه ها دبیته. 1000. خب از اون ور اگه الان کش بود کشمون میتونست کردیت بشه و کم بشه. اگرم لایابیلیتی بود باز میتونه کردیت بشه و افزایش بشه. فرمولی که درست کردن کماکان درست داره کار میکنه. کردیت مثلا نوتس پیبل مثلا چه میدونم
حالا مثلا مهم نیستش، وقتمون رو سر این نمیذاریم. بریم بعدی. شماره F. During the first 2 weeks of the operation, 47 laws were moved. The total revenue for this week was 3,525. 2,325 was collected in cash and the balance will receive within 30 days. یه رونیوی افزایش پیدا کرده، یک کشی افزایش پیدا کرده، یه اکانت ریسیوبلی هم افزایش پیدا کرده. الان متحر شما به نظرت این چجوری باید دبیت کردیتش رو ثبت کنیم؟ اول به من بگو دبیت ها کدومن؟ دبیت ها assetن، کردیت ها لایبیلیتی هن. خب الان از این سه تا حسابی که داریم، یه رونیو افزایش پیدا کرده، یه کش افزایش پیدا کرده، یه اکانت ریسیوبل افزایش پیدا کرده. کدوم از این سه تا دبیتن؟ خب ببین این 2325 دبیته. خب که اسم حسابش چیه؟ اکانت ریسیوبل. نه کش میشه. باریکلا. بعد از اون 300 و 525 یه بار دیگه سوال میاری؟ یه مقدار باید کم میکردیم. 3525 تا رونیو داشتیم، 2325 این 2000 خورده ای رو کش بوده، ازش کم میکنیم. آره خب بقیهش که میشه 1200 تا اکانت ریسیوبل که اینم دبیت میشه. باریکلا. کل اون 3525 تا که رونیو میشه کردیت. دقیقاً. میذاره کوچکترش کنیم که زیر هم. خب اینم مثلا چقدر بود؟ اینم مثلا میزنیم 1000 تا 1200 تا و الان درستش کنیم، یه دونه رونیو میمونه که میشه 3525. دقیقاً. می‌نویسیم مثلا سرویس رونیو، سرویس مثلا 3325 که اینم پس اینجوری باید بشه 2000. این چقدر بود کشه؟ کشه 2325 بود، رونیو 3525 بود. این 3000 رو باید 500 کنیم. ببینین الان توی این ثبتی که کردیم، حالا کلمه انگلیسیش نمیدونم چیه، ولی یه همچین چیزی تو فارسی بود که بهش میگن ثبت مخلوط. یعنی الان دو تا حساب دبیت داریم، یه حساب کردیت داریم. الان کش ما دبیت شده، افزایش پیدا کرده. اکانت ریسیوبلمون دبیت شده، افزایش پیدا کرده. سرویس رونیو هم افزایش پیدا کرده که ماهیتش کردیت و کردیت شده. و الان این دوتا رو جمع بزنیم باید معادل این بشه و کماکان همونطوری که کل این ستونای دبیت کردیت رو با هم جمع بزنیم باید یه عدد مساوی به ما بده. مفهوم این که الان این وره، یعنی مقدار کردیت های ما با مقدار دبیت های ما برابره، دقیقاً معادل همون تساوی معادله حسابداریه که یه چیزی افزایش پیدا میکنه، یه چیزی کاهش پیدا میکنه. بعد هر ترانزکشن باید کماکان تراز باشه. بریم بعدی. Employees were paid 2,100 for their work during the first 2 weeks. خب اینو دریا شما بگو.
هستی دریا؟ خب اینجا کش کردیت شده و چیز اکسپنس میشه دیگه. آره اکسپنس یا کاست فرق نمیکنه. میشه. چی؟ یه بار دیگه آره بگو. اکسپنس دبیت شده و کش کردیت شده اگه اشتباه نکنم. دقیقاً کاملا درسته. اکسپنس گفتیم همه اکسپنس ها یا همه کاست ها ماهیت دبیت دارن، برای همین الان می نویسیم دی آر وی، بذار بنویسیم salaries expenses. حالا مهمه که اینا همه زیر یه ستون قرار بگیره، ولی حالا الان دقیق نمی‌نویسیم. مثلا 10,000 تا یا 1000 تا و کشمون در واقع بیایم اینجا کش asset ماهیت دبیت داره، الان داره کاهش پیدا میکنه پس کردیت میشه. می‌نویسیم CR کش 1000 تا که مشخصه که سالری پرداخت کردیم، کشمون کم شد. خب additional gasoline oil and transport purchase. خب نگار اینو شما بگو. خب از اونجایی که اینو قرار بود توی سپلایز حساب کنیم و استه، بله خب استه افزایش میده لذا دبیته. بله اوکی. از اون ور کش رو کاهش میده، یعنی بازم اسست رو کاهش میده و از اون ور بازم کردیته. بله دقیقاً همین در همین. احسن. می نویسیم که supplies مثلا 5000 تا 500 تا و از اون ورم الان هر کی ببینه کاملا براش مشخصه که ما کش خریدیم، 500 تا کم شده از کشمون، سپلایمون افزایش پیدا کرده و کاملا میتونه تشخیص بده. شرح هم می‌نویسیم for recording مثلا چجوری بنویسیم buying نه بایو اینجوری می نویسن buying supplies in cash. خب بریم بعدی. additional employees wage for the last 2 weeks totaled 2,550. This will be paid during the first week of the next month. خب غزل اینو شما بگو. الان اول بهم بگو که حسابایی که تغییر میکنه کدوم هست؟ خب ویجزشون قراره بعداً پی بشه جزو پیبله، درسته؟ درست. اوکی. و اینکه خب اکسپنس هم هست دیگه. دقیقاً. خب دبیت کردیتش هم میتونی بگی؟ دبیت کردیتش فکر کنم پیبلمون، اکانت پیبلمون میشه دبیت، اکانت پیبل چون میشه کردیت. اکانت پیبلمون چون لایابیلیتیه و لایابیلیتی با کردیت افزایش پیدا میکنه. خب پس برعکس گفتم. دقیقاً. آره. اکانت پیبلمون که همون حالا سالری یا ویجزشون باشه میشه کردیت، دبیتمون میشه اکسپنسز. دقیقاً. می نویسیم سالری. یعنی دقیقاً یه سوال بپرسم، رابطه عکس داره دیگه با اون ور معادله که اسست. بله درسته؟ دقیقاً. اوکی الان متوجه شدم. مرسی. CR مثلا salary الان دقیقا مشخصه که ما یه هزینه حقوق رو ثبت کردیم که مربوط به این ماه یا این دوره مالی بوده و سالریز رو
یه سالریز پیبلمون هم حساب حقوق‌های پرداختنیمون رو هنوز ندادیم و یعنی اونم شارژ شده. کردیت دبیت کاملا مشخصه. It was determined that at the end of the month, and the cost of the gasoline, oil, and trash bags still on hand was 150. غزل شما اینو بودی من برای بچه ها توضیح دادم؟ ببین من تا اونجایی متوجه شدم که گفتی زمانی که اون ساپلایمون رو خرج میکنیم یعنی استفاده میشه اینو باید اون وقت اد کنیم و بنویسیم. آره درست دارم دقیقاً. میگم؟ بله زمانی که در واقع سپلایمون یا هر مقداری یا هر حساب دیگه ای از asset رو مصرف میکنیم جزو هزینه مینویسیم. مصرف میتونه توی سپلای به عنوان مصرف سوخت باشه یا گسولین یا هر چی. توی بیلدینگ میتونه هزینه استهلاکش باشه که اگه مستهلک بشه ساختمونمون اونو به عنوان هزینه های این دوره مالی میاریم. الان توی این متحر شما میخوای اینو بگی به نظرت چی میشه حسابش؟ آره خب یه ذره میری بالاتر اون یکی ساب. ببین این یه 550 تا بود، یه 450 تا که میشه 1000 تا. آها که میشه 1000 تا. این 150 ازش کم میکنیم میشه 850 که از ساپلایزمون کم میکنیم. این اونی که تو ساپلایزه بعد همینم که مثلا داریم 850 تا رو ازش کم میکنیم بازم میشه دبیت. به نظرم اگه رو کاغذ بنویسی شاید ذهنی یه ذره در واقع اذیت کنه. الان ما 850 تا هزینه افزایش پیدا کرده، 850 تا هم از دارایی‌های سوختمون کم شده. آره خب من اون ساپلایزر رو میخوام بدونم. اکسپنسر رو متوجهم ولی میخوام ببینم ساپلایزه میشه خب الان دبیت میگم اون میشه کردیت دیگه، چون داره از داراییمون کم میکنه. دارایی ماهیتش دبیت بود. آره. اگه الان ما مثلا سوخت خریده بودیم برعکس میشد، ولی الان چون داره از سوختمون کم میشه به این صورت میشه. می نویسیم که الان دبیتمون که گزینه اولمونه اکسپنسزه، می نویسیم supplies expenses مثلا چقدر بود؟ 850 تا و میایم اینجا می نویسیم خود سپلای supplies 850 تا. مثلا ثبتش هم میتونیم بنویسیم for recording the use of یه سوال میتونم بپرسم؟ بله. اون چیزی که فکر کنم متحرم داشت میگفت کم میکنیم، اون قضیه کم کردن چیه؟ سپلای اکسپنس به دست آوردن سپلای اکسپنسه؟ آها ببین آره دیگه همینه. ما الان توی اون ترانزکشنی که برامون نوشته یه ذره غیر کلیر برامون در واقع توضیح داده. گفته که در آخر دوره مالی این ترانزکشن های آخر معمولا مربوط به پایان دوره مالیه. میگه که ما 150 تا سپلای برامون باقی مونده، تو طول دوره مالی هم ما 1000 تا سپلای خریدیم. میگه که اینو حساب کنین. خب برای همین 150 تا رو کم میکنیم که باقی مونده رو از کل سپلایی که داشتیم میفهمیم که 850 تا سپلای مصرف شده و در این حالت میفهمیم که باید 850 تا هزینه سپلای برای این دورمون در نظر بگیریم. اوکی مرسی متوجه شد. خواهش میکنم. خب اینم زدیم. سوال آخر customers paid a total of 750 due from moving services provided during the first 2 weeks. The revenue for this service was recognized in transaction F. خب نگار توی این ترانزکشن به ما چی میگه؟
میگه که customers paid. اوکی، میگه که revenue داشتیم. خب خب هم باید تو revenue حسابش کنیم هم توی کش، درسته؟ نه یه بار دیگه بخون ترانزکشن رو. اوکی، customers paid a total of due for morning services provided. so derivative. یعنی میگه که ترانزکشنی که توی اف بوده و ما انجام دادیم الان اون مبلغش رو یه مقداریش رو پرداخت کردن. خب اف رو بیار یه لحظه. نه خیلی نه، بیا پایین اف اینجاست دیگه. که جفتشو همزمان آه. داشته باشه. بذار آره اوکی این نمیره وای میسه. ببین خلاصش اینه که خوبه. الله اکبر، من تمرکزم از دست دادم. الان من توضیح میدم برات. ببین افو نخون. آره اصلا افو نیاز نیست ولش کن بخونی. کلا. میگه که یه سرویسی ما انجام دادیم. خب نسیه انجام دادیم در واقع. اکانت ریسیوبلمون افزایش پیدا کرده. متوجه شدم. الان کش رو باید افزایش بدیم، اکانت ریسیوبل رو کاهش بدیم. خب کش رو که افزایش بدیم اسست افزایش پیدا میکنه. بله. که میشه دبیت. بله. نه آره میشه دبیت. لذا ما 750 تا دبیت داریم کش. اون طرف اکانت ریسیوبلمون کاهش پیدا میکنه که بازم دبیت. یعنی آره اکانت ریسیوبلمون کاهش پیدا میکنه دبیتمونه. کردیت دیگه. نه دیگه. چرا دیگه؟ هر چیزی که asset رو افزایش. مگه لایبیلیتی نیست؟ نه اکانت ریسیوبل. آره ریسیوبل. حواسم نبود. یه لحظه فکرم لایبیلیتی باشه. آره. خب اون کردیت. آره درسته. خب الان اینجا می نویسیم که کش مثلا 750 تا اینجا الان مشخصه که کشمون افزایش پیدا کرده، اکانت ریسیوبلمون کاهش پیدا کرده، کردیت asset رو کاهش میده، دبیت افزایش میده و مشخصه که یه بخشی از تعهداتمون رو گرفتیم و میدونیم که قبلا این تعهدات رو به عنوان revenue ثبتش کردیم. یعنی دیگه الان با revenue کاری نداریم. توی اینجا اینجا ثبتش کردیم. 1200 تا به عنوان ریسیوبل ثبت کردیم، 2325 تا به عنوان کش و کلش رو به عنوان revenue طبق اکیورل اکانتینگ حساب کردیم و الان دیگه نیازی نیستش که اینو به عنوان revenue حساب بکنیم و فقط کش حساب میکنیم و از تعهداتی که دیگران به ما داشتن کم میکنیم. خب حالا میشه من یه سوالی بپرسم ببینم اینو متوجه نشدم یا نه؟ بله بفرمایید. همون قبلی رو یه لحظه میاری، اون اکسلی که داشتی مینوشتی. آره ببینم کن توی قسمت استمون اگه یه مبلغی داره کم میشه کردیت دیگه. بله همین مرسی. آره دقیقاً. asset هر چی افزایشش بده دبیته، هر چی کاهشش بده کردیته. اون دو تا اکانت دیگه هم برعکس اینه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب به نظرتون تا همینجا کافیه؟ مثلا بعدن بقیه‌شو برای بعدن بذاریم؟